سلام، وقت همگی بخیر. میلاد هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه و هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز جمعه است و هنوز مارکت بسته نشده، ولی خب انتهای مارکت هست و کار ما تموم شده. گفتم یه ویدیوی تحلیل مارکت و آپدیت مارکت رو براتون قرار بدم. امیدوارم از ویدیوهای آموزشی و ویدیوهای تحلیلی نهایت استفاده رو برده باشید. تقریبا 8 ویدیو که نه دقیقا 8 ویدیوی تحلیلی براتون قرار دادیم که خدا رو شکر توی این 8 ویدیو قیمت طبق اون سناریوها و طبق اون دیتایی که ما داشتیم حرکت کرد. ویدیوها رو اگه ندیدید به نظر من حتما ببینید، چون علاوه بر اون تحلیل ها به یاد میگیرید که چجوری دیدگاه بگیرید از رفتار مارکت و همینطور یک سری نکات آموزشی هست که میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. ویدیوهای آموزشی که واسهتون قرار میدم هم میتونه خیلی به شما کمک بکنه دیدگاه حرفه‌ای درست و اصولی نسبت به مارکت داشته باشید. کم کم از این هفته شروع میکنیم تحلیل آموزش‌های تکنیکال هم براتون قرار میدیم تا بتونید مارکت رو خیلی خوب و درست و اصولی آنالیز بکنید و توی مسیر موبیلیتی بتونه به شما کمک بکنه. خب از نماد DXY شروع میکنیم. خب قالب کار ما به این صورتی که میایم DXY، یورو و پوند رو با هم دیگه آنالیز میکنیم. اگر شما بتونید این سه نماد رو خوب تحلیل کنی و متوجه رفتار قیمتش بشی، با مابقی نمادها رو هم میتونی بر همین اساس، بر همون اساسی که ما داریم دیدگاه میگیریم دیدگاه بگیرید و معاملات خودتون رو بردارید. اگر تحلیلی روی نماد خاصی مد نظرتون هست میتونید کامنت کنید واسه ما، یا توی پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام دایرکت بدید تا ما اون نمادهایی که مد نظرتون هست و بیشتر این طرفدار رو داره براتون قرار بدیم. توی تحلیل قبلی بیت کوین، آلت کوین ها، دامیننس بیت و بازار داخل رو براتون تحلیل کردیم. اونها تو تایم فریم دیلی تحلیل شده و یه مقدار زمان بر هست، عجله نکنید. خب از نماد DXY شروع میکنیم. DXY توی هفته گذشته که ما تحلیلش رو قرار دادیم، دقیقاً توی، اگر اشتباه نکنیم، بله دقیقا اینجا بود که ما تحلیل DXY رو دادیم. ببینید نحوه رسیدن قیمت به اون محدوده هایی که ما داریم در نظر میگیریم بسیار مهمه. یه نکته مهم بگم، توی تحلیل مارکت 3 تا جزء خیلی برای ما اهمیت داره. اول های و لوهایی که توی مارکت داره ایجاد میشه. ببینید تعیین ساختار شاید 80% مسیر ترید شماست. تعیین ساختار یعنی چی؟ یعنی من بتونم های و لوهای درست و اصلی مارکتم رو شناسایی بکنم. اگر نمیدونید چجوری شناسایی بکنید، ویدیوی تعیین ساختار رو میتونید ببینید. پس اولین قدم اینه که من بتونم ساختار مارکت رو ببینم، بر اساس جایگیری های و لوها نسبت به همدیگه میتونم تمایل مارکت رو بسنجم و بفهمم کجای مارکتم، توی گام ریورسالی هستم یا توی گام اصلاحی هستم. بر اساس این دوتا من دارم معاملات خودم رو برمی‌دارم. پس اولین مورد اینه که من چطور ساختار خودم رو مشخص کنم و های و لوهای اصلی خودم رو تعیین بکنم. ببینید توی این مسیر سعودی من کلی های و لو دارم. اینجا های لو، های لو، های لو، های لو، های لو، های های لو، لو، های لو. ببینید کلی من های و لو دارم اینجا. اگه بخوام علامت بذارم، خب همه این های و لوها واسه من اهمیت نداره. شما باید یاد بگیرید که های و لوهای اصلی خودتون رو مشخص کنید، بر اساس اونها مارکت داره حرکت میکنه. این مارکت همیشه داره بر اساس های و لوهای خودش داره حرکت میکنه و بر اساس شناسایی اونها شما میتونید دیتای خوبی از مارکت بگیری. پس اولین جزء تعیین صحیح های و لو هست. دومین موردی که خیلی باید بهش اهمیت بدید سطوح نقدینگی حمایت و مقاومت هست. سطوح نقدینگی حمایت و مقاومت. قیمت برای اینکه یک مووی رو انجام بده، چه فاز ریورسالی و چه فاز اصلاحی، چه فاز ریورسال چه فاز اصلاح، باید یک سطح حمایت یا مقاومت رو لیکوید بکنه. الان اینجا رو ببینید، این ریزشی که داشتیم بعد از لیکوید شدن این سطح مقاومته. این بالا رفتن قیمت به خاطر لیکوید کردن این سطح حمایت. این ریزش و تغییر ساختار به خاطر لیکوید کردن این سطح مقاومت. این ریزش به خاطر لیکوید کردن این سطح مقاومت هست. این گام اصلاحی که شکل گرفت به خاطر لیکوید کردن این سطح مقاومت هست. این اصلاح کوتاه به خاطر لیکوید کردن این سطح هست و الی آخر. اگر بتونید خوب این سطوح حمایت و مقاومت رو مشخص بکنید،
مارکت برای انجام ریورسال یا برای انجام فاز اصلاحی معمولا باید یک سطح حمایت یا مقاومت رو لیکوید بکنه. و سومین جزئی که خیلی اهمیت داره محدوده های ولیوم هست. محدوده هایی که مارکت میکر بسیار براش پر اهمیته. اوردر سازی توی محدوده انجام میشه و معمولا قیمت نسبت به اون محدوده ها داره واکنش نشون میده. اون محدوده هایی که کامپکت قیمتی انجام شده و ایجاد شده ما به عنوان محدوده ولیوم میگیریم. از اینجا شروع میکنم. این ریزش قیمت به خاطر برخورد به این محدوده ولیوم هست. این بالا رفتن قیمت به خاطر برخورد به این محدوده ولیوم هست. این بالا رفتن قیمت به خاطر برخورد به این محدوده ولیوم هست. دیگه بخوایم بگیم این حتی این اصلاح کوچیک به خاطر برخورد به این محدوده ولیوم هست. این ریزش به خاطر برخورد به این محدوده ولیوم هست. و اگر دقت بکنید اینجا که قیمت اومده یک فاز ریورسال رو زده به خاطر برخورد به این محدوده ولیوم هست. اگر بتونید این محدوده ولیوم رو هم خیلی خوب مشخص بکنید، مارکت داره بر اساس این سه تا حرکت میکنه: های و لوها، حمایت و مقاومت، محدوده های ولیوم. این سه تا رو خوب بتونید درک بکنید، تعیین مسیر مارکت کار زیاد سختی نیست و خیلی خوب میتونید مارکت رو تحلیل بکنید. حالا بچه‌ای که جزء تیم هستن و توسط خود من منتور شدن این موارد رو کامل آموزش دیدن و میدونن که چجوری باید مارکت رو آنالیز بکنن. خب بریم سراغ تحلیل هفته گذشته. این موردی که بهتون گفتم خیلی مهمه، حتما بهش توجه بکنید تا بتونه بهتون کمک بکنه. یک بار دیگه میگم 3 تا جزء توی تحلیل مارکت بسیار مهم هست. 1. تعیین ساختار و تعیین های و لوی توی مارکت. 2. بذارید اینجور علامت بذارم. 1. تعیین های و لوهای توی مارکت، چون مارکت همیشه داره به این اساس حرکت میکنه، بر اساس ساختار داره حرکت میکنه و ساختار شاید 80% مسیر ترید شما باشه. 2. تعیین صحیح حمایت و مقاومت ها، چون قیمت با لیکوید شدن این سطوح حمایت و مقاومتی هست که حرکات خودش رو انجام میده. و 3. محدوده های ولیوم، محدوده هایی هست که کامپکت قیمتی انجام شده و قیمت نسبت به اونها واکنش میده. با شناخت این 3 تا شما میتونید تحلیل خیلی خوبی تو مارکت داشته باشید. خب بریم سراغ تحلیل هفته گذشته روی نماد DXY. دقیقاً اینجاها بود که ما تحلیل رو انجام دادیم. نحوه رسیدن قیمت به محدودهای ولیوم و سطوح حمایت مقاومت هم برای ما اهمیت داره. البته به این سادگی نیست. ما یک سری لول های بانکی و لول های ریتیل داریم، لول های سشن و نقدینگی داریم که قیمت نسبت به اونها باید واکنش بده. خب توی هفته گذشته گفتیم که اگر قیمت با مومنتوم کم خودش رو به این محدوده برسونه، با کاهش مومنتوم، نه با حرکت شارپی، با کاهش مومنتوم خودش رو به این محدوده ها برسونه، ما انتظار داریم که بعد از برخورد به لول 108 500 که گفتیم یک لول ریتیل هست، قیمت میتونه واکنش خوبی رو انجام بده که دقیقاً این اتفاق افتاد و 3 تا تارگتی که در نظر گرفته بودیم 107 400 107 و قیمت 106 500 تارگت اول و دوم رو زده. احتمالاً تا آخر شب هم تارگت سوم هم برای ما بزنه و این ساختار نزولی رو داره. این محدوده ولیومی که در نظر گرفتیم، محدوده تایم فریم دیلی من هست. که من توی جلسه قبل هم گفتم ساختار تایم فریم بالا برای ما اهمیت بیشتری داره، یعنی اولویت هست برای من. بعد از اینکه لوی آخر توی 4 ساعته ایجاد شد، این محدوده میتونه قیمت یک مقدار رنج بشه و بازار رو به اصطلاح کثیف بکنه و بعد از اون بیاد های بالاتر بزنه. ولی خوب دقت بکنید، فعلا ساختار 4 ساعته من نزولیه و دیدگاه من روی سل مارکت هست. من اینها رو پاک میکنم که از هفته قبل بود. حالا چه انتظاری دارم؟ اینجا من یک سطح حمایتی دارم به اضافه محدوده ولیوم. انتظار دارم قیمت یک مقدار بیاد پایین‌تر، کاهش گام رو ببینم و بعد از اون فاز اصلاح این گام نزولی رو بگیریم. ببینید من پله به پله دارم جلو میرم، پیشگویی نمی‌کنم تو مارکت، دارم بر اساس دیتاهایی که دارم دیتای خودم رو برمی‌دارم. مارکت داره بر اساس های لو میره. انتظاری که روی DXY دارم یک کاهش گام،
اینجاها تقریبا توی محدوده خاکستری رنگ میتونه از اینجاها باشه، میتونه مقدار بیاد پایین‌تر. تغییر ساختار توی تا این پایین که دیدم میتونم وارد معامله بای بشم تا کجا؟ تا این محدوده. یعنی تارگت هایی که میتونم براش در نظر بگیرم تیپی اول، یعنی پاک کنم تیپی اول 106 990 تارگت اول من، 107 400 و تارگت آخرم میتونه این محدوده ولیوم باشه. این محدوده ولیومی که اینجا داریم میتونه تارگت آخر من باشه. اگر قیمت بیاد 108 523 رو بزنه، خب من دیدگاهم همچنان روی بای قیمت هست. ولی این رو بدونید که کجای مارکت رو دارید میگیرید. من اگر بخوام بای بگیرم دارم فاز اصلاحی رو میگیرم، نه ریورسالی. پس حجممو میارم پایین تر، تیپی های کوچیک‌تر دارم، ریسک کمتری میکنم و این دیدگاه و نگرشی که از کلیت مارکت میگیرید بسیار پر اهمیت است. روی نماد یورو یو اس دی، خب یورو یو اس دی قیمت اینجاها بود تقریبا، گفتیم قیمت بیاد این سطح رو لیکوید بکنه و حرکت خوش انجام بده، ولی اتفاق نیفتاد. به این محدوده ولیومی که داشتیم واکنش نشون داد و تارگت هایی که باش در نظر گرفته بودیم رو برای ما زد. حالا انتظاری که من توی این هفته دارم که بیاد این سطح رو واسه من لیکوید بکنه، خودش رو به این محدوده ولیوم برسونه، توی 4 ساعته. و دیدگاه من توی هفته آینده فعلا صعود تا اینجاست. اگر خودش رو به اینجا همراه با کاهش گام رسون، میتونم فاز اصلاح رو، یعنی خلاف DXY، یک فاز اصلاحی رو بگیرم. من این علامت رو بزنم. فعلا دیدگاه من صعود تا اینجاست. بعد از اون اینجا اگر با کاهش گام، نه پر مومنتوم، اگر با کاهش گام اومد و به لول های من که لول مهمی که میتونیم داشته باشیم دقیقا اینجاست، لول 1.05747 لولی هست که اگر قیمت بیاد لیکوید کنه و نزدیکش کلوز بده، میتونه فاز اصلاحی رو برای ما شکل بده. و تارگت هایی که میتونیم براش در نظر بگیریم 1.050 و از اون 1.045. ساختار من فعلا بای هست، چون اینجا قیمت های 4 ساعته من رو زده. انتظار دارم یه های بالاتر، یک اصلاح و بعد از اون های بالاتر برای من ایجاد بشه. فعلا توی هفته آینده میتونه قیمت تا اینجا خودش رو برسونه، بعد از اون یک فاز اصلاحی رو شکل بده برای ما، که حالا اگه اینجا رسید من آپدیت تحلیل رو براتون قرار میدم. فعلا دیدگاه من تا اینجا روی بای قیمت هست. میتونه تا هفته جدید یک مقدار قیمت برگرده پایینتر از اینجاها به من بای بده. باید ببینیم که امشب چجور کندل ها بسته میشن. اگه قبل از شکست این های باشه میتونه یه برگشت بزنه. خب اینم الان دیتاشو بهتون بدم. اگر بالای این نتونست ببنده اینجاها بس، انتظار دارم بیاد این سطح رو لیکوید بکنه واسه من، این سطح رو. بعد از اون از اینجا به من بای بده تا این لول. تحلیل‌ها دو پهلو نیستا، خوب دقت کنید. گفتم اگر پایین این محدوده، پایین این لول، پایین این های بس، یک برگشت داریم، لیکوید میکنه این سطح رو و بعد مسیر خودش رو ادامه میده. اگه نه از همینجا اومد تو این بالا، تو این محدوده، خب اگر با کاهش گام بود من میتونم فاز اصلاحی رو بگیرم. نماد پوند خب پوند گفتیم ما واسمون گنگه تا زمانی که این های رو نزنه نمیتونیم نظر خاصی رو بدیم، که الان قیمت اومد های رو زد. یه نکته رو من در راجعه با پوند بهتون بگم. ببینید توی هفته‌های گذشته هنوز نتونسته بود تغییر ساختار ایجاد بکنه، ولی روی یورو و DXY قیمت تونسته بود تغییر ساختار ایجاد بکنه. توی یورو که آخرین های رو زده بود، توی DXY هم آخرین لو رو برای ما زده بود. زمانی که من توی یورو و توی DXY تغییر ساختار دارم ولی هنوز توی پوند تغییر ساختار ایجاد نشده، من دیدگاهم رو روی سل نمیبرم، بیشتر دنبال پوزیشن های بای هستم، چون دوتا زدن، احتمال زدن پوند هم هست، احتمال تغییر ساختار پوند هم هست که دقیقا این اتفاق هم افتاد. یعنی شما اینجا
اینجا میتونستید بای خودتون رو بگیرید. البته اینجا رو که ما توی هفته قبلش بای داده بودیم، اینجا یه مقدار گنگ بود. خب این نماد پوند انتظار دارم خودش رو توی محدوده برسونه توی هفته آینده. اگر خودش رو تونست بیاره تو دل این محدوده، من فاز اصلاح رو میگیرم. اگر نه، همین جاها زیر محدوده کلوز داد یا یه توک زد به محدوده، انتظار دارم بیاد این سطح رو واسه من لیکوید کنه، و از اینجا بیاد تا محدوده علامت زده شده. اگرم نه، خب اومد تو محدوده، من میتونم فاز اصلاحی رو بگیرم. اگر با کاهش گام اومد و تغییر ساختار توی تایم پایین داشتم، تو پول بکش میتونم سلامو بگیرم تا لول ابتدایی. تارگت اول ما میشه 25484، 25000 و 24380. این سه تا تارگتی میتونیم براش در نظر بگیریم. بستگی داره که امروز چطور میبنده. اگر وارد این محدوده نشد، میتونه این سطح رو لیکوید کنه، از اینجا بیاد تا محدوده ولیوم ما. خب اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم نهایت استفاده رو ببرید. تحلیلایی که براتون قرار میدم رو به همین شکل میتونید تو نمادهای دیگه پیاده بکنید. اون سه تا جزئی که گفتم رو حتما توی تحلیل ها لحاظ بکنید. و نکته آخر این که سعی نکنید بازار رو پیشگویی کنید و هر کس بازار رو براتون پیشگویی کرد سریعا ازش فاصله بگیرید. سعی کنید بر اساس دیتاهایی که مارکت داره تو طول هفته بهتون میده تصمیم گیری بکنید و بر اساس اون معاملات خودتون رو بردارید. این هم بدونید که توی هر استایل معامله گری هستید، اسکالپری، دی تریدری، سوینگ تریدری، پوزیشن تریدری، هر چی داری کار میکنید، نگرش از تایم بالا 4 ساعت دیلی بسیار مهمه که شما بیای بر اساس اون نگرشی که تو تایم‌های بالا گرفتی بیای معاملات خودت رو تو تایم‌های پایین‌تر برداری. خیلی بهت کمک میکنه و امیدوارم که موفق باشید و تحلیلی که براتون میدم براتون مفید واقع بشه. مخلصم. خدا نگهدار.